میخوام فالتو بگیرم، فقط بگو متولد چه ماهی هستی؟ فروردین. مثل سگ گیر کردی تو فشار زندگی و خرج و مخارج. انقدر زور بزنی تا پارشی، تا باشی لقمه گنده تر از دهنت بر نداری. اردیبهشت. خب بدبخت، اون وقتی محل سگم بهت نمیذاره چرا بند کردی بهش؟ چرا پیله کردی بهش؟ یعنی همیشه همینطور باید بهت برینه تا راضی شی؟ خرداد. ای خرداد یه چیز مال، یعنی فقط به فکر مالوندنی، از هر فرصتی برای مالوندن استفاده میکنی، همینه که یکم وضعت بهتره. تیر ماهی عزیز، اگه همینقدر که زحمت میکشی برای گوزیدن، برای موفقیتت وقت میذاشتی، الان ایلان ماسک بودی. یعنی تکون میخوری فرت میگوزی. مرداد. تو دیگه اینقدر چسناله نکن عزیزم، تو همونی هستی که ان خودتو به کلاغ نمیدی به خاطر خسیس بودن. تو این سالا فقط جمع کردی، ولی توی چسناله کردن از همه سبقت میگیری. بس دیگه حالمون رو به هم زدی. شهریور ماهی، تو خجالت نمیکشی؟ عاشقی یه بار، دو بار، سه بار، نه دیگه هفته یه بار. تو دیگه به ازای هر گوزت یه بار عاشق میشی. خالصانه بهتون میگم از شهریور ماهی فاصله بگیرید. اینا انقضای عاشقیشون نهایتش 10 روزه. مهر. مردشور اون سلیقت، این همه گزینه خوب داشتی ول کردی کنار گذاشتی اینو انتخاب کردی، پس بمون با مشنگ بازی خودت حال کن. آبان. تو دیگه هیچی نگو، مثل خر گیر کردی تو قسط و وام، بازم دنبال وامی آخه، میبرنت زندون بدبخت. آذر. آفرین، تو متحد خوب و قوی داری. وقتی این همه بدبختی نتونسته تو رو از پا در بیاره، پس دیگه هیچی از پا درت نمیاره. فقط تنگ کن و مقاومت پیشه کن. دی. تو هم که چوس ناله را انداختی. بابا خودت اومدی تو این راه، مجبورت که نکردن، پس مقاومت کن تا جونت درات. بهمن ماهی، تو اگه همینطوری پیش بری آخر سال باید بری باسن تو بخیه بزنی. تو این کار شانس نداری دیگه، بی خیال شو. اسفند. خودتو گول نزن لاشی، اون داره مستقیم بهت میرسونه که ازت خوشش نمیاد، پس خودتو چوس نکن دیگه. خب حالا تو بگو متولد چه ماهی هستی؟